خوش آمدید میگویم. امروز یک نفر подписчики ما زنی هنرمنده با ما یک نمود پختنی مکرون پلو رو فرستاد که کمی فرقیت دارد. پیش از آن که سخن کنم گفتنیم چون در آید ماه روزه، ماه تقوا، ماه قرآن، بسته گردد باب دوزخ، باز گردد باب رضوان. دیوها در غل و زنجیر فارغ از وسواس شیطان، رحمت حق سایه سر سینه ها بر نور ایمان. ماه شریف رمضان به همه شما مبارک باشد. دوستان عزیز، این خواهرم برای تیار کردن مکرون پلو از چی استفاده میبرد؟ سبزی، کارتوشکا، پیاز، پاپریکا یعنی болгарский перец که ما این چیزا را نمیدازیم، اینو میدوختیم، زیرا، چرنی перец یعنی مرچ سیاه، بعد приправа مخصوص، بعد گوشت و زلن، مکرون، روغن استفاده میبرند. دوستان عزیز، اکنون بیایید یک جایه با این خانم هنرمند، با این подписчики بهترین ما که اینجا نامش را ذکر نمی کنم، ما مکرون پلو میپزیم. برای آماده کردن این مکرون پلوی امروزه اول سبزی رو ما میده میکنیم. سبزی رو میتونید که نرگسی کنید، مثل سبزی میتونید که گرد کنید، فرق ندارد. و بانوی هنرمند امروز اول سبزی رو ریزه کرد. مثلا وقتی که من مکرون پلو میپزم با اون کارتوشکا انا میدوزم. اگر اندوزم بالای مکرون پلو ده مثل که در آش میکنم، مثال با جای گوشت کارتوشکا میدوزم. ولی این بانو، این подписчики ما با طور دیگر آماده کرده استوده است. نگاه کنید، اکنون کارتوشکا رو ریزه میکند. نگاه کنید، یعنی که کارتوشکا هم استفاده می شود مثل که سبزی رو ریزه میکنند، یا که گیر یا که با شکل کوبیک. امروز با شکل کوبیک ریزه کرد. پیاز رو ریزه میکنیم و اکنون نگاه کنید همه محصولات رو ریزه کردیم از یک لب. بعدتر ما زلن رو ریزه میکنیم. اول روغن رو گرم میکنیم و گوشت میاندازیم. گوشت رو نیز майда کردن دکور، یعنی نه کلان نه майда، مثل که در آش استفاده میبریم. روغن هم بسیاری بعد لازم نیست، یعنی وابسته به همون چیز انتخاب کرده تو محصولاتی که چند نفر شما در خانه هستید یا که مهمان دارید. و در روغن گرم گوشت رو میزیربونیم. دوستان عزیز، نگاه کنید، وقتی که گوشتی ما زیربونده شد پیاز میاندازیم، مثل که آش پلو رو میپزیم. دوستان عزیز و مهربان، و باز پیاز رو هم میکوبیم، یعنی میزیربونیم با گوشتی اندوختمون. علاقه اهمیت داده که گوشت خوش رو پخت، یعنی که گوشت رو همیشه پخته بعد مکرون پلو یا آش پختن در کار است که مکرون پلوی ما با مزه شود. اکنون سبزی رو میاندازیم مثل که در آش میکنیم و سبزی رو میکوبیم. نگاه کنیم، سبزی رو با گوشت و با پیاز خوب میآمیزیم و میکوبیم، یعنی میزیربونیم. بعد از زیربوندن این همه محصولات نامبرده مکرون رو میاندازیم و در علاوه پس مکرون رو کمک کیپیتوک میاندازیم. نگاه میکنیم آبش بسیار ندوزه، دهانی دیگه محکم کرده میمونیم. دوستان عزیز، وقتی که بعدی 15-20 دقیقه مکرون پلوی ما تیار میشود و با سببای تکنیکی در اینجا دمپرتوی مکرون ما کور کردم، میبخشتون. با همین خاطر مکرون دمپرتویش نیست که همه زنهای دنیا میدونن که مکرون دم میاندازن. بعد از دمپرتوی انا مکرونی ما تیار شد. دوستان عزیز، فراموش نکنید که آبش رو کم و کیپیتوک میاندازید. انا اکنون مکرونی پخته این بانوی هنرمند подписчики ما آماده شد. دوستان عزیز، نگاه کنین چقدر با اشتها با مزه. وقتی افطار ما تاجیکا بسیار خوراکای دیو میپزیم. شما میتونید وقتی افطار پزیم. من هم این دفعه مکرون پلو میکنم، حتما کارتوشکا میاندازم. اکنون ما مکرون پلو به طور دلخواه آرام میدهیم. این بانوی هنرمند چنان استاکارانه، چنان با یک زیبایی، با یک لطافت، نزاکت این مکرون پلو با تخم، با کپودی و پیازی ریزه و اکرابی تازه اکرابی ریزه کردگی آرا داده است که اشتهای آدم میآید. نگاه کنید و کس میخواهد که این زیبایی رو حتی دست نرساند، چون که بسیار هم زیبا است.
دوستان عزیز، در همین جا با شما خیر خوش میکنم. بار دیگر همه شما رو و این بانوی هنرمند رو با اومدن فصلی، با اومدن ماه شریف رمضان تبریک میکنم، مبارکباد میگویم و همه ما امروز ها روزه داریم. خداوند روزه های ما رو قبول فرماید و این وبا رو از تمام دنیا نیست کند. دوستان عزیز، تشکر برای دستگیری، تشکر که همیشه کانال ما رو تماشا میکنید. از همه شما خواهش و لطفاً خواهش میکنم که رکلام هایی که در اولی رولیک های ما پیدا می شود از طرف یوتیوب است، حتما رکلام های یوتیوب رو پراپوستید نکرده، یعنی نگذرانیده تماشا کنید. امیدوارم که شما مرا دستگیری کردید و تا به آخر دستگیری می نماید. با ما باشید. خداوند نگهبانتان. با این بانوی هنرمند از نام اهل کانال میnnatdاری اظهار میکنیم که چنین مکرم پلوی زیبا با اشتها رو برای ما آماده کرد. خداوند نگهبانتان.